چیه ماجرا؟ میگه آقا تو که گناه میکنی توبه یعنی چی؟ یعنی بازگشت، برگشت. میگی دوراهیه ها، مسیر رسیدن به رشت سمت راستی است، تو اشتباه از سمت چپ رفتی ها. میگه حالا میخوام بازگشت کنم، میخوام توبه کنم، خدایا همینجا سمت چپی وایسم، خدایا تو رو خدا دستم به دامنت، منو میشه برسونی رشت؟ خدا میگه نه همین چیزی ما نداریم، که مسیر اشتباه رفتی دیگه. مثل اون قضیه اون آقایی که حساب بانکی باز نکرده بود، کلید کرده بود امام رضا رو، یا امام رضا من این ماشینی که بانک کشاورزی به عنوان قرعه کشی گذاشته اینم من برنده بشم. اینقدر گفت امام رضا بخوابش اون بالا، برو بانک کشاورزی یه حساب باز کن تا ماشین به اسمت در بیاد. آقا مسیر رو اشتباه رفتی، خدایا تو رو خدا عوضش کن، دیگه نداریم که برگرد مسیر رو درست رو برو، جبران کن، جبران کن. غیبت کردی جبران کن، تهمت زدی جبران کن، آبرو بردی جبران کن. باشه گناه رو خدا بخشید، اثر بعدش چجوری از بین میره؟ کاری کن دیگه، جبرانش کن. جبرانش کنی درست میشه، حل میشه، جمع میشه. بس هم باشه. یه صلوات بفرستید.